حتی حدیثا را خواندیم که روز قیامت وقتی زنک هم جنت میدروه مردک هم جنت، خداوند برای همین مردک و زنک کوشک‌ها را وقتی بینا میکنن، همین زنک هم میگه پیش مردک میارن. همین زنی در دنیا بودگی تا از حورهای جنتی دا میگه زیبا است، لیکن خدا از مردک میپرسه همین را زن کردن میخوای یا نمیخوای؟ این اگر میگه زنی خوب باشه، زنی بود در دنیا که بسیار مونیس بود، غمخوار بود، مردک همه پستی و بلندی هاش اهمیت میداد، همونجا مردک هم که دلش میکشد است میگفت از بله پروردگار میخواهم که با این در همین جمع چی باشم؟ البته همون زن و شوهری که داشتیم همون را در همینجا برپا کنیم. به این خاطر خواهر عزیز، به این یک دنیا زندگی شما آخر نمی آمد، بلکه شما در جنت هم یک جایه اید. به این خاطر فقط شما اگر حرمت همین مردکا را بجا، مردکان باید گفتی اکی استاد من داملا، مردکان باید زنا را